میلاد پور محسن هست و عباس کندل. باید ببینیم کدام بازیکن ارسال خواهد کرد. میلاد پور محسن ارسال رو خط 6 قدم. گل برای داماش جابر نصیری. میلاد پور محسن اینجا هست تا مثل همیشه ارسال کنه و این بار جابر نصیری در نقش یک تمام کننده ظاهر بشه. داماش 45 دقیقه اول رو با پیروزی به رختکن میره. داماش 1 کاسبیان قزوین 0. نیمه دوم بازی شروع شده. داماش کارو طوفانی آغاز کرده. یه پاس پشت مدافعان علیال کثیر. حالا گل دوم برای داماش گیلان. بالاخره موتور بمبافکن جنوبی داماش روشن شد. گل دوم علیال کثیر داماش رو فاتح دربی کاسبی هم میکنه. خوشحال و شادمان داماشی ها.